چاره‌بینی ادانه بخشیده به 28مین سالگرد به امضارسی سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی یعنی روزی وحدت ملی در تالار ریاست اجرای جزای جنایتی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده. بعداً سردار ریاست اجرای جزای جنایتی در ولایت سوخت از ضمن برآمد خود از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی یک مرامه ملت تاجیک در دوام سالهای صاحب استقلالی کشور که با عزم و تلاش و جانثاری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به میان آمدند ایستاده گذشته. اظهار داشت که جوانان زادگان دوران استقلال که امروزها در همه ساحه‌های خواجگی خلق فعالیت دارند باید به قدر استقلالیت، وحدت ملی، صلح و ثبات کشور و آرامی و آبادی وطن برسند و به کارنامه‌های پدران و بابایان خود ارزش‌گذاری نمایند. ضمناً تاکید گردید که تمام ساکنان تاجیکستان که امروز از میوه وحدت و استقلال برخوردارند باید که برای رشد و نموی کشور تلاش ورزیده از عملهای نامطلوب کناره‌جویی و بنیادکاری و سازندگی، خیر و سخاوت، نیکی و نکوکاری را مرام زندگی خود قرار دهند. وحدت مفهومی است که همه این عامل‌ها را فراگیر است. در جریان این چاره‌بینی ادانه به 13 نفر کارمندان مقامات اجرای جزای جنایتی رتبه‌های مخصوصی اولین و رتبه‌های نوبتی سپاریده شده. همزمان یک قطار سابقه‌داران مهنت نیز که در این ساحه کار و فعالیت نموده در تربیت کادرهای جوان سهم ارزنده گذاشتند با تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی کرده شدند.